ماه بر نیامد. مزدوران خمینی با حداکثر نیرو کلیه راه‌های عبور و مرور منطقه را بسته و بر گذرگاه‌های آن و پشت‌بام‌های مشرف پایگاه و واحدهای از مزدوران مجهز به سلاح‌های نیمه سنگین را مستقر کرده بودند. در ساعت 5 بامداد در شرایطی که خورشید خون گرفته هنوز سر از مشرق بر نیاورده بود، پایگاه از هر سو با شلیک سلاح‌های نیمه سنگین مورد حملات وحشیانه قرار گرفت. پاسداران و مزدوران اجیرشده خمینی چون سگان خار با تمام قوا و مذبوحانه می‌کوشیدند تا مجاهدین را به تسلیم وادار کنند. مجاهدین هستند، خواهی نخواهی هستند. و اگر هم کسانی خواب و خیالی در سر داشته باشند، ما قادریم و حاضریم قاطعانه به آنها بگوییم که نه، اشتباه میکنید. مجاهدین را نمی شود از بین برد. ممکن است ما را بکشید، ممکن است ما را زندانی بکنید، اما نه، مجاهدین از بین رفتنی نیستند. مگر گذشته نشون نداد؟ این فکر باقی موندنی است چون حقه. این فکر جای خودش را در جامعه و تاریخ باز خواهد کرد. این پرچم اگر هم امروز از دست ما بیفتد، دست دیگری حتما آن را برخواهد گرفت.